باغچه رو بگردید، همه جا رو چک کنید. آخرین بار اونو دوستش اونجا هاجر بودن. خانم؟ بله خانم. در مورد آوردن مهمون بخونم بدون اطلاع من بعداً حرف میزنیم. بله چشم خانم. خاله هاجر خیلی دیر شده. چرا ما اینجا وایسادیم؟ ممکنه بلایی سرش بیاد. بیا بریم دنبال یارن بگردیم. دختر ساکت شو. نفوس بد نزن، جون تو تنم نمونده. به زور سر پا وایسادم. نگران نباشین، الان پیداش میکنه. آروم باشین، اینجا خیلی امنه، چیزی نمیشه. ممنونم. ببینم تو چت شده؟ چرا رنگت مثل گچ سفید شده ها؟ نه من خوبم، چیزیم نیست. فقط نگران شدم، دختر بیچاره. شما هم نگران نباشین، دارن دنبالش میگردن. ممنون. نمیتونم داملا رو پیدا کنم. اینجا چه خبره؟ این دخترها کیان؟ داملا ای وای خدا، کجا بودی؟ کجا بودی دختر؟ گوشی تو چرا جواب نمیدی؟ مردم از دلشوره. برو بالا. برو تو اتاقت. چیزی نشده که. میخواستی چی بشه؟ باید گوشی تو جواب بدی. یاره یارن، چه بلایی سرت اومده بود؟ کجا بودی؟ الان خوبی؟ دخترم کجا بودی؟ نصف جون شدیم آخه. عزیزم. هاجر خانم، به مهموناتون بگین دیگه همچین اتفاقی نیفته. چشم آقا. حالت خوبه؟ اکیم، مشکلی که نیست. نه مشکلی نیست. ماشینم خراب شده بود، درگیر اون بودم. یارن گفت مهمون این خونه است و گم شده. سر از باغ در آورده بود. اکین؟ صورتت چی شده؟ چی شده؟ لابد وقتی با ماشین برمیرفتم اینجوری شده. زود باشین دخترو، برین خونه زودتر. آقا اکین خیلی ممنون، تو زحمت افتادین. واقعا عذر میخوام. شب همتون بخیر. شب بخیر. باشه هاجر خانم، شب بخیر. زود باشین بچه‌ها، همه برگردین سر کارا. دم در رو خالی نکنین. بجنبین. برین سر پستاتون زود. خیلی خوب، ما بریم. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. خب حالا چی کار کنیم؟ میشه امشبو بیخیال شیم؟ آخه خیلی دیر شده. آره دقیقاً، منم موافقم. ای بابا. میبینمت. از دست تا حالا یه چیزی هم به تو میگم. چیه بانو؟ چیه؟ هی زنگ میزنی، چی شده؟ چی میخوای بگی؟ چرا زنگ میزنم جواب نمیدی فرات؟ ببین، ما به اسم اینکه براتون میفروشیم مشتریشو داریم، از این آدما میلیون ها جنس خریدیم، منتظر پولشونن. اگه الماس رو تحویل ندیم و پولو نگیریم، هر دو تامون مردیم فرات. باشه بانو، باشه، میدونم. کیفو از دختر رو گرفتم، ردیفه، مشکلی نیست. شمردیشون؟ همه چی درسته؟ شمردم بانو جان، شمردم. باشه؟ حالا زنگ بزن به اون آدما، بگو فردا تحویلشون میدیم. خیلی خوب باشه، فردا میام شرکت، اونجا حرف میزنیم. خیلی خوب باشه، خدافظ. لعنتی. فکر کن فرات، فکر کن. بیا اینجا، داری کجا میری؟ خیلی خوب بابا، آروم باشم. چیو بهت میگم؟ آروم باشم؟ آره باید آروم باشم. بابا باشه، دیوونه بازی در نیار، دارم بهت میگم. اسلحه شرکتو بر میداری و میری میزنی لاستیک ماشین منم پنچر میکنه که تعقیبت نکنم. بعد من باید آروم باشم؟ آره دیوونه شدی؟ بابا بهت میگم،
اون موقع که داشتی سکاتو میشمردی چی شد ها؟ چرا الان گیر دادی به اسلحه؟ چرا گیر ندم؟ منو نپیچون بچه. همه چی رو ول کردی و مثل اراذل اوباش افتادی دنبال مردم، با اسلحه این ور اون ور میدوی. واسه همینه که عمود به اکین اعتماد کرد، نه تو. باز واسه همینه که میخواد اکین رئیس هیئت مدیره بشه، نه تو بچه. نه خیر اینجوری نیست بابا، کارا اونجوری که تو گفتی پیش نمیره. بذار آخرین بدهیمونو به شرکت صاف کنیم، بعدش عمو سهاممونو بهمون دونه دونه پس میده. تازه اگه عمو بهم اعتماد نداره نداشته باشه، من ثروت خودمو میسازم، از اکین و عمو هم پولدارتر میشم. جدی میفرمایید؟ معلومه که میشی. تازه ثروتم اونجا منتظره که آقا فراد بیاد و برش داره بره. چطوری میخواد بشه ها؟ وقتش که رسید میبینی بابا، ولی خیالت راحت، پشیمون میشه که بهم اعتماد نکردی. فراد اون اسلحه رو بده من. خودم سر وقت میارمش شرکت. همین الان میاریش بچه. اینقدر با هم مثل بچه رفتار نکن بابا. اگه نمیخوای مثل بچه باد رفتار بشه، اول باید مرد بشی. هرچی باشه پسر تو هم بابا. سطح توقعات رو زیاد نبر بالا. دیگه نظر دهنم باز شه. داری چی کار میکنی یارن؟ میخوای چی کار کنی؟ ادو به نظرت دارم چی کار میکنم؟ انگار به حرفام گوش نکردی. آقا قدرت عموی فرات بود. میدونی یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم اینجا بمونیم. گوش کردم میفهمم یارن، ولی تو حواست به این نیست که اگر اون مرتی که یه آشغال بخواد کاری با ما بکنه میریم به عموش میگیم، اونم حسابش رو میذاره کف دستش. چقدر ساده ای ادا. فکر میکنی آقا قدرت تو همچین موقعیتی به حرف برادرزادش گوش میده یا ما؟ من دیگه حرف هیچ کس رو باور نمیکنم. به هیچ کس هم اعتماد ندارم. فهمیدی؟ وسایلت هم جمع کن، داریم میریم پیش الیف. چی؟ الیف؟ یارن تو رو خدا منطقی فکر کن، اگه بریم چی میشه؟ هر ستامونو پرت میکنن از اون خونه بیرون. اینجا برای ما امنه، ما نمیتونیم از اینجا بریم بیرون. چرا نمیفهمی؟ سر من داد نزن. پس مجبورم نکن که داد بزنم. بس دیگه. ای بابا عاقلانه فکر کن، نگاه کن، ما یه قرون پول توی جیبمون نیست. یارن بفهم، خواهش میکنم، ما چطوری رسیدیم اینجا؟ با بدبختی اومدیم یارن، داشتیم از گرسنگی میمردیم. حالا تو شهری که اصلا نمیشناسی نصف شبی میخوای بلنشی بری خونه یه الیف؟ آره حق با تو ادا، خیلی حق با توه. گفتی کار پیدا کردم، باورت کردم، بهت اعتماد کردم، تا اینجا اومدیم. ولی خودمونو ببین، یه پول سیاه تو جیبمون نیست. تازه یه روانی ناشناس هم داره تعقیبمون میکنه. همش تقصیر توه. یعنی به خاطر منه یاره؟ زود باش بزن دیگه، محکم بخوابون توی یه گوشم راحت بشی. بسه دیگه ادا، بسه. چه خبرتونه داد و بیداد را انداختین؟ هیچی نیست. چیزی نیست خاله هاجر. من دستش عصبانی بودم چون ادا داشت تنها میذاشت. الکی دعوا نکنین دخترا، کداتون رو در بیارین. اگه سردتونه بخاری روشن کنم. جانم لازم نیست. خب من خوبم، یعنی ما خوبیم، ولی خواهش میکنم منو ببخش خاله هاجر. من بابت همه این چیزا ازت معذرت. خیلی خوب دختر، باشه. فقط خونه بمونین، از اینجا بیرون نرین. یه وقت کسی میبینتتون. باشه خاله، ما هم زیاد اینجا نمیمونیم. خیلی خوب، یکیتون با من بیاد بهتون بالش و لحاف و ملافه بدم. باشه منم باهاتون میام. شلوار تو از توی چمدون در بیار بپوش که سرما نخوری. ادا اینو از کجا پیدا کردی؟ باید اینجا بمونه. نگاه کن خیلی خوشگله. تو آشپزخونه دیدمش، خیلی ازش خوشم اومد. خاله هاجرم دادش به خودم. نگاه کن یارن، این گل برامون حسابی شانس میاره. آره حق با توه. ما هم لنگه این گل بودیم نه؟ دیگه هیچ وقت راجع به این گل حرف داری نزن. چی کار میکنی؟ زدی تو ذوق گلم. یاره چیه؟ میگم و اکین عجب پسر خوشتیپی هلاکش شدم. خب گفتی که تو رو چسبونده بود به درخت، بعدش چی شد؟ ادا شوخی نکن. شوخی نمی کنم. خدایا بگو خوشت اومد ازش یا نه، بگو دیگه. ادا تو روانی هستی، میدونی چی به سرمون اومده؟ حواست کجاست؟ خب من از داستانای عاشقانه خیلی خوشم میاد. حالا چی میشه اگه بگی؟ الکی هم سعی نکن قایمش کنی. دیدم وقتی توی پارتی اکین رو دیدی چه جوری نگاش میکردی. کاملا مشخص از اکین خوشت اومده. پس به هم بگو، من رفیقتم. ساکت شو ادا، ساکت. الان یکی میشنوه. وای تو دست و پاتو گم کردی. خودتو ببین هول شدی. این یه نشونه است یاره. اکین شوهر خواهر منه، شوهر خواهر عزیزم. بس دیگه،
نه مغز تاب برداشته. پاشو نه ادا. خیرم پاشو تا بر میگم. نداشته. پاشو دیگه. این چرا اینجوری سیمات میکنی؟ قاطی شوهر کرده. خواهرمه. گفتم پاشو. وای عشق کورت کرده. دیوونه ای چیزی هستی؟ از دست تو. آره دیوونم. حالا میخوای چی کار کنی ها؟ شب بخیر. ادا تو اون کیف چی بود؟ نگاش کردی؟ نه نگاش نکردم. چطور؟ داری راستشو میگی دیگه. معلومه که دارم راست میگم. چرا باید بهت دروغ بگم؟ اصلا به عقلم هم نرسید بگردم. حالا برای چی میپرسی؟ هیچی، همین جوری پرسیدم. فکر کنم چیز مهمی بود. اصلا هرچی دیگه گرفتش دیگه. شاید واقعا دیگه کاری به کارمون نداشته باشه. شاید. یعنی امیدوارم. شب بخیر. شب بخیر. اینجا فراد جلوی همه نمیتونه هیچ کاری بکنه. دیگم بیرون ما رو اذیت نمیکنن. بعد یه جوری این سنگا رو میفروشم هیچ کس هم نمیتونه هیچ کاری بکنه. هر دوتامونو نجات میدم یاره. صبح بخیر به تو شوهرم. صبح بخیر. شوخی میکنی. الو صبح بخیر ادا. من تو این باغ بالام، اگه وقت داری میشه یه لحظه بیای، باید با هم دیگه حرف بزنیم. میام. باشه. باشه. خیلی خوب. صبح بخیر. ای وای من چی بپوشم؟ ادا 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 گوشی داره زنگ میخوره. دفنه.
الو. بهت گفتم وقتی شما نیستید اینجا خیلی حوصله‌ام سر میره. تو رو خدا آخر هفته منم با خودتون ببرید، خواهش میکنم. عزیز دلم تو رو خدا گریه نکن. ما بهت قول دادیم و سر قولمون هستیم باشه؟ ولی ما تازه از خوابگاه اومدیم بیرون. باید کار پیدا کنیم، خونه اجاره کنیم. یکم دیگه زمان بده بهمون باشه، فقط یکم. باشه، ولی فکر کردم قراره هر شب بهم زنگ بزنی و قصه بگی. 2 شب زنگ نزدی نتونستم بخوابم. ببخشید عزیزم، دیگه یادم نمیره. خیلی خوب. باشه، پس تو رو خدا دیگه گریه نکن، اشکتو پاک کن. ولی زود کار پیدا کنید باشه. تو رو خدا زود کار پیدا کنید. باشه، دیگه گریه نکن. خب دوست دارم، دوست دارم. ادا اینجا نیست، از صبح ندیدمش. صبح بخیر. صبح بخیر. بیا برات صبحونه درست کردم، بیا بشین. بیا بشین عزیزم. ممنونم. حرف شب نزن. یارنج، شما دنبال کار میگردی؟ آره، قراره دنبال کار بگردی. من دیگه خسته شدم. چرا دنبال کار میگردین؟ بیاین همینجا کار کنین دیگه. خب خاله هاجر چی میگه عمرن؟ اونم داره براتون دنبال کار میگرده. باشه، من ردیفش میکنم، همین الان ردیفش میکنم. تو بشین اینجا صبحونتو بخور، همینجا منتظرم بمونه. نه صبر کن. الو آیسل، ببخشید پشت سر هم زنگ زدم، فکر کنم سرت شلوغ بود. ببین میخواستم یه چیزی بهت بگم. دنبال خدمتکار میگشتی، دخترای ما رو که میشناسی، اگه بیارمشون اونجا میتونی بهشون کار بدی؟ آها، پس یکی رو پیدا کردی. خدا حافظ، خیلی ممنون عزیزم. چیزی میخواستی نوال خانم؟ هاجر خانم. بله خانم، تو خیلی ساله داری برای ما کار میکنی. درسته خانم. قوانین منم میدونی. بله درسته. یعنی چی که بدون اجازه من تو خونه مهمون داری؟ خیلی یهویی شد، نتونستم بهتون بگم. آقا قدرت در جریانن، ازشون اجازه گرفتم. از قدرت؟ بله. اینجا شرکت نیست هاجر خانم، اینجا خونه است، خونه من. اینجا حرف منه، پس باید از من اجازه میگرفتی نه قدرت. ببخشید خانم، تو خیابون مونده بودن، نمیدونستم چی کار کنم. هرچی باشه دختر جوونن، ترسیدم بلایی سرشون بیاد در اولین فرصت نه هاجر خانم، فردا مهمونات یه جای دیگه واسه موندن پیدا میکنن و دیگه تکرار نشه. متوجه شدی؟ متوجه شدم. خوبه. سیبل اینجاها رو تمیز کنه، تو برو سراغ طبقه. چشم خانم. الو سیبل، کجایی؟ الان میام مامان. زود باش. آقا قدرت. بله سیبل. خب آقا قدرت، میدونید ما کمبود نیرو داریم. بله. داشتم فکر میکردم چطور این دخترها رو امتحان کنیم. دخترای آشنای مامانم و دوستش، همونایی که دیشب تو بیشه گم شده بودن. واقعا به کار نیاز دارن. دخترای خیلی خوبی هن. مامانم همش ازشون تعریف میکنه. خیلی مؤدبن، مؤدب و سر به زیر. سلام، حالت چطوره؟
بگو میشنوم. ببخشید یکم زوده میدونم، ولی باور کن تا صبح نتونستم بخوابم، خیلی شوکه شدم. فکر کنم منظورت اتفاقیه که افتاد. خیلی چیزای مسخره‌ای سرمون اومد، توی یه خونه همدیگر رو دیدیم. ناره حق با توی. درسته، البته من بهت نگفتم که نامزد دارم، ولی خب تو هم هیچ وقت نپرسیدی. اشتباه من بود، خیلی متاسفم، باید میپرسیدم. آخه وقتی آدمو با هم آشنا میشن میگن سلام من ادا هستم، تو هم جانی. نامزد داری؟ آره باید میپرسیدم نه؟ ادا ببین، من واقعا معذرت میخوام، خیلی متاسفم، ولی وضعیت اینجوریه دیگه، منم نامزد دارم. راجع به ما چیزی بهش نگفتی نه؟ معلومه که نه. گرفتم، واسه همینه که جلوم اینجوری داری میلرزی مگه نه؟ نمیدونی قراره که چی کار بکنم، داری مزه دهنمو میفهمی، چون میترسی لط بدم، میترسی آرامشتو به هم بزنم مگه نه جان؟ ولی فکر نکنم لازم باشه من بهش بگم. آخه شنیدم قراره که ازدواج بکنید، به نظرم تو برو خودت همه چی رو بهش بگو. زن و شوهر که نباید چیز پنهونی از هم داشته باشن، مطمئنا درکت میشه میکنه. اصلا و ابدا، اگه نیل بشنوه قطعا همه چی به هم میخوره، درد سر میشه. چی شد؟ چی شد؟ چی شد؟ اسکلم کردی؟ آره تو اصلا اسکل هستی، به چه درد من میخوری؟ ولی اعتراف کن که خوب بازی کردم مگه نه؟ اینجوری پیچوندمت، خیلی ترسیده بودی، ترس تو چشمات معلوم بود. عالیه. من به کسی چیزی نمیگم جان، اتفاقی بود که افتاد و تموم شد. به نظرم داری بزرگش نه میکنی. چیزی واسه بزرگ کردن نیست. نمیدونم، فکر کردم ناراحتت کردم، واسه همین خواستم حرف فکر بزنم. کردی ناراحتم کردی؟ چرا باید از دست تو ناراحت باشم جان؟ چرا باید به دل بگیرم؟ مگه چی بینمون منظورت گذشته؟ چیه؟ مگه چی شده؟ به نظرم وقتی با هم بودیم خیلی خوب بود که. ما حدود 2 هفته بیشتر با هم نبودیم، گشتیم، خوش گذروندیم، چیز خاصی هم بینمون نبود. تازه ببین من با یارم وارد یه زندگی خیلی قشنگ شدم جان، روی روالم دارم کارمو میکنم، پس کاری با تو ندارم. ولی اگه بخوای یه نظری بدم، به نظر من دوست دخترت عین پنگوئن راه میره، خیلی هم هی میگه عشقم عزیزم، به نظرم مسخره است. یه فکری به حالش بود. فهمیدم. من دیگه میرم. آره برو. خداحافظ. فکر کردم ناراحتت کردم. صبر کن هنوز نوبتت نشده آقای جان. یه پایان عالی برات بنویسم. دست درد نکنه، حالا ولشون کن، بجم داریم میریم. کجا میریم؟ چه خبره؟ آقا قدرت منتظره. ادا کجاست؟ اینجام عزیزم، من اینجام. چی شده؟ کجایی تو ادا ها؟ تو باغ بودم یاره. آره جون خودت، اکشن دیروزت کم بود. به هر حال بجنبین دخترا، بریم یالا. بریم، من هنوز صبحونه‌مو نخوردم. اینو واسه تو آماده کردم. یاره ول کن دختر، هنوز تو فکر صبحونه است. آقا قدرت منتظره. آقا قدرت با من و یارن چی کار؟ راه بیفتین تو، راه بهتون میگم. بجنبین دخترا، بجنبین ببینم. آقا قدرت، دخترا رو آوردم. قبلا تجربه کاری هم داشتی؟ نه اصلا، ما تا حالا کار نکردیم. از خوابگاه اومدیم بیرون، بعدش اومدیم پیش خاله هاجر. بسیار خوب، چون معرفتون هاجره امتحان میکنیم. خدا حفظتون کنه آقا قدرت. بله عارف. بریم. باشه تبریک میگم دخترا. الان قراره چیکار کنم؟ ببین تخم مرغا رو میشکنی، خب این پنیرم میریزی، بعدش اینو آخر سر میریزی، اونجوری دوست داره. یکم سریع انجامش میدی. یالا باشه. دختر پوستشو بکن بعد خورد کن، وگرنه نوال خانم نمیتونه راحت هضمش کنه. این پول داره چقدر حساسن. گوجه ویتامینش تو پوستشه. کاری که من میگمو بکن، نوال به جون ما ننداز. نوال یکم شبیه جادوگراست، میترسم ازش. حالا هرچی دوست داری بگو، جادوگر یا هرچی، ولی زن اصلیه. میدونی سر کسی داد نمیزنه، ولی با نگاه و حرفاش آدمو کتک میزنه. بهت گفته باشم هیچ وقت باش درگیر نشو. خیلی خوب باشه. راستی یه دختره هست انگار کلا تعطیله، همش میگه هی عشقم، چیز دیگه هم بلد نیست. این کیه؟ تو نیلو میگی؟ آره. برادرزاده گنور خانومه. بعد از اینکه جان درسشو تموم کرد با هم ازدواج میکنن. یاره
شنیدی؟ به همین زودی عروسی داری مگه نه؟ من چایی دم میکنم. این که هنوز تموم نشده، سر تو کار خودت باشه. بجون یعنی امیدوارم، ولی جان یکم سر به هواست. زیاد اهل کار و این حرفا نیست، یکم تنبله. دنیا رو ببین یاره، ما واسه یه قرون 2000 جون میکنیم، اون وقت بقیه حال ندارم برن دنبال ثروتشون. عجب زندگی. آره به خدا. خب این آقا کنان و گنول خانوم بچه دیگه ای هم دارن؟ آره یه پسر دارن، اسمش فراته. ولی اینجا زندگی نمیکنه. کلا آدم ناسازگاریه، زیاد اینجا پیداش نمیشه. آقا اکین چطور؟ به نظرم پسر خیلی خوبی میاد. خدا رو شکر یارن رو از جنگل تاریک پیدا کرد و نجات داد. اجا میشه یکم ساکت شی؟ بس کن دیگه. ای بابا، حالا مگه چی شده؟ داریم حرف میزنیم، سرت به کار خودت باشه. ببین آقا اکین یکم سرد و مغرور به نظر میاد، ولی مرد محکمیه. تو سن کم یتیم شده بیچاره. عجب. یعنی چی؟ 9 سالش که بود خانوادش تو تصادف مردن. همشون مردن، فقط آقا اکین زنده موند. بهش میگن بچه معجزه. پس تو اون سن تنها موند. آره بیچاره. ولی آقا قدرت شریک پدرش بود. زیر دست آقا قدرت بزرگ شد. هم آقا قدرت هم نوال خانوم مثل بچه خودشون بزرگش کردن. هی خیلی خوب، بجنبین دخترا، صبحونه دیر شد. بجنبین دیگه. اینم تو بردار. خب درم اینجوری باز میکنی. مگه جور دیگه هم باز میشه؟ مزه نریس، به حرفای من گوش کن. واسه داستان زندگی قهرمانت ناراحت شدی آره؟ این داستان خیلی بده. کجاش بده؟ خانواده‌شو از دست داده، کلی هم پول داره، ما همونم نداریم یاره. ببینم اجا چرا اینقدر پول واسط مهمه؟ چون واقع بینم. ای بابا یارن باشه. ببین خبر خوب امروز گرفتیم. اون فرات عوضی اینجا زندگی نمیکنه. سالی یه بارم پیداش نمیشه. خوبه دیگه میتونیم راحت اینجا زندگی کنیم. بله بانو بفرمایید. آره دارم میرم شرکت، ولی قبلش یه کار کوچولو دارم. در خونه رو بستم و اومدم خونی عمو. باشه صبر کن الان برمیگردم. حالا که دوست داری با هم بازی کنیم، آماده‌ام، بیا بازی کنیم. بله خبر بزرگ امروز از کلاس 11 تو حیاط پشتی مدرسه زیادی صمیمی به نظر می رسیدن. خب دقیقا کی اومده بودن؟ دملا میشه خاموشش کنی؟ وای داری چی کار میکنی ماما؟ پادکستمو خراب کردی، حالا باید از اول ضبط کنم. نه نمی کنی. تو جلسه اولیا مربیان همه داشتن راجع به دختر خبرچین مدرسه حرف می زدن. از مدرسه اخراجت میکنن و گفته باشم هیچ کس نمیتونه پیدام کنه. صدامو عوض میکنم. یعنی نمیتونی غیر از غیبت و شایعه محتوای بهتری پیدا کنی دختر قشنگم؟ این اصلا خوب نیست. نه بابایی آنفالو میکنن، حتی سال بالایی هم صفحه‌مو فالو کردن. الان داری به چشم شغل بهش نگاه میکنی؟ درسته. صبح بخیر. صبح بخیر. مامان چطور شدم؟ تابلوی کلی خودتو کشتی تا حاضر شی. آخه این چه لباسیه که پوشیدی؟ مگه از تو پرسیدم عقل کل؟ مگه مدرسه نداری؟ ماشین حاضره بجنب. خواهرت راست میگه داملا، کیفت کجاست؟ تو اتاقمه، من خودم داشتم میرفتم. میبینمت. آیشه گل، همین الان میری تو اتاقت اون کت بلیزری که برات خریدم و با شلوار مخملت ست میکنی. حتی داملا هم مسخرت کرد.
چشم مامان. جان هنوز بیدار نشده؟ صبح زود رفت سر کار. جدی میگی؟ الکی امیدوارم نکن. امیدوار باش قدرت، داره تلاش میکنه. رابطش با نیلم خیلی خوبه. انشالله. من که از خدامه. صبح بخیر. نوش جان، بفرمایید نوال خانم. شما اینجا چی کار میکنین؟ از این به بعد برای ما کار میکنم. حالا چرا بالا سرمون وایسادین؟ خیلی ببخشید. بریم ادا. باشه خب بریم. نوش جان. چرا اینجوری میکنی؟ بریم. بابایی منم لباسمو عوض کنم، پایین منتظرتونم. قدرت این یعنی چی؟ بدون اینکه به من بگی واسه خونه نیرو استخدام میکنی؟ وقتی بهت گفتم چی شد نوال؟ کمتر از یه ماه نشده همه رو فرستادی رفتن. تازه اینا آشناهای هاجر خانومن. مگه دخترای مطمئن تر از اینا میتونیم پیدا کنیم؟ خب شب میبینم. قدرت میشه بیشتر بمونی حرف بزنیم لطفاً؟ حرفی نمونده نوال. این موضوع همینجا بسته شد. هاجر خانم؟ بله خانم. چطور جرأت میکنی؟ استخدام کردن دخترها بدون اطلاع من یعنی چی؟ من چیزی نمیدونم. متوجه نشدم. چه استخدامی؟ منم چیزی نفهمیدم. با آقا قدرت حرف میزنم. فکر کنم یه سوء تفاهمی شده. میخواستم دخترها رو بفرستم سر کار. باید قبل از اینکه قدرت دخترها رو استخدام کنه به این فکر میکردی. ببین اگه خطایی بکنن اون دخترها رو میندازم بیرون طورم روش. به سیبل بگو من پایینم، با دخترها بیان پیش من. ساعت 2 با سرمایه گذارا جلسه داریم بابا. ساعت 3:30 هم یه مشتری جدید میاد. یه شرکت شیمیاییه. از روسیه بار میفرستم. میگم اکین ببینتشون. باشه بابا. صبح خیر. دختر میخوای منو بکشی؟ میخوای منو دق بدی؟ چی شده؟ مگه واسه دختر رو دنبال کار نبودی؟ پیدا کردم دیگه. مگه به تو مربوطه؟ چرا شر درست میکنی؟ ما دنبال کمک بودیم، دخترم دنبال کار. یه دقیقه صبر کن ببینم. چرا انقدر بابت این قضیه ناراحتی؟ مامان چی رو داری از من قایم میکنی؟ چی دارم که ازت قایم کنم؟ چرت و پرت نگو. نمیخوام مسئولیت قبول کنم. گوش کن، اگه نوال خانم به این دخترها گیر بده چی کار کنیم؟ نمیدونم. مگه تو این دخترها رو خیلی دوست نداری؟ میگی خیلی خوبن، خیلی مؤدبن، همش ازشون تعریف میکنی؟ تو هم یواشکی رفتی با آقا قدرت حرف زدی. خب چی کار کنم؟ اگه به نوال خانم بود که این دخترها استخدام نمیکرد. تازه مامان مگه کار بدی کردم؟ خسته شدیم دست تنها. تمام روز دارم تنهایی مثل اسب مسابقه میدوام این ور اون ور. ای بابا. قبلا هم همچین کاری کردین؟ نه خانم، این اولین کارمونه. خب بلدین کار خونه بکنین؟ از پس نظافت، پذیرایی، کارایی مثل اینا برمیاین؟ تلاشمونو میکنیم. نهایت تلاشمونو میکنیم. این جواب بهتریه. باشه، نهایت تلاشمونو میکنیم. ادا چیه؟ مگه چیز اشتباهی گفتم؟ ساکت شو. معلومه که یاد نگرفتین چطوری باید حرف بزنین و رفتار کنین، ولی میتونین اینجا یاد بگیرین. منظورم اینه که من نیازی به توضیح نیست. از این به بعد حواستون به حرف زدنتون باشه. متوجه شدین؟ دخترها متوجه شدین؟ وسط حرف من حرف نزن. ببخشید نوال خانم. و از همه مهمتر تو هر کاری اول باید تایید منو بگیرین. چشم خانم. در ضمن لباسای مناسب تری بپوشین. ما اینجا یونیفرم نداریم، ولی معنیش این نیست که هرچی دم دستتونه بپوشین.
میتونین برین. درستش کن. بجنبین دخترا، بریم. میتونیم برین چون که ایشون پرنسسن. صدا ساکت میشنوه. خب بشنوه. کجایی؟ پیش عایشه گلم. تو اینجایی؟ نه، زود میام، دوباره پیام میدم. میتونی بیای پایین؟ اینم خدمت شما. با این الماسای تقلبی میخوای چیکار کنی؟ به تو چه؟ سر تو کار خودت باشه. به استاد سلام برسون. بیا اینم بگیر به عنوان انا. دست درد نکنه. شکوایتون به دستمون رسید، واسه همینم خبرتون کردم. بفرمایید میشنوم. شوهرم سال هاست که عمرشو پای این شرکت گذاشت. پارسال بازنشسته شد. درست وقتی که فکر میکردیم قرار راحت باشیم پلیس اومد دم در. شوهرمو برد زندان 2 ماهه که اون توه. چرا؟ خب جرمش چیه؟ خودشم نمیدونه. به اسم شرکت تأسیس کردن و مدارک جعلی و اینجور چیزا جور کردن. 10 سال حبس برای شوهرم بریدن. خب این چه ربطی به فراد داره؟ آقا فراد شرکت رو تأسیس کرد. از شوهرم امضا گرفت، کار اون بود. فکر کردیم پاداش بازنشستگیشه. شوهرم از این مدارک سر در نمیاره. اونم هر کاری آقا فراد گفت انجام داد. هر چی گفت امضا کرد. آقا فراد گفت من درستش میکنم، از زندان میارمت بیرون. ولی دیروز از زندان زنگ زدن، گفتن سعی کرده خودشو بکشه ولی خدا رو شکر نجاتش دادن. اون همه این سالا با آبرو زندگی کرد ولی الان همه بهش میگن قاچاقچی، کلاهبردار. اگه تبرئه نشه دوباره سعی میکنه خودشو بکشه. نمیدونم باید چی کار کنم. میشه رسه بیاد اتاق من؟ بفرمایید. ممنونم. بله آقای کینگ. لطفاً خانم ارجاع بدید به آقا صدات تو بخش حقوقی. بذارید شخصا بهش رسیدگی کنه. حتما به منم خبر بدید. چشم. خدا خیرتون خیلی بده. ممنون. نگران نباشید، من بیخیال این قضیه نمیشم. شماره تلفن و آدرس خانمم بگیرید لطفاً. بله چشم. خدا بهتون عوض بده. بفرمایید. شمردیشون دیگه مگه نه؟ مگه من احمقم بانو؟ همش شمردم تکمیله. باشه فراد، خدای من خیلی استرس دارم، چی کار کنم؟ ولی معجزه بود که دخترها متوجه سنگانه شدن. واقعا شانس آوردیم. بهت که گفتم نمیفهمن. بفرمایید. فراد دست از سرم بردار، دست از سرم بردار. فقط باید حرف بزنیم. سرم شلوغه نمیبینی؟ بعدم حرف میزنم. فرات موضوع مهمیه، بیبریم تو اتاق حرف بزنیم. این موضوع مهم چی الان؟ اون مرد بدبختی که به اسم شرکت زدی و انداختیش زندان. موضوع اینه. بازم اون زنه اومداره؟ یکی یه سنگ انداخته تا هم فوری افتادی دنبال فرات. نه؟ هیچ فرصتی رو تو از دست نمیدی. حقیقت نداره، داره قصه میبافه. من اصلا نمیشناسمش. فرات نمیتونی اینجوری قصر در بری. من بیخیال این قضیه بهت نمیشم. میگم من کاری نکردم. چرا نمیفهمی ها؟ پس واسه چی نمیای بریم حرف بزنیم؟ چرا فرار میکنی؟ تو با این علاقت به فرات میخوای چی کار کنی؟ غیر از من کار دیگه ای نداری؟ نمیدونم، مثلا مزایده ها، اون چیزایی که باید عمو رو تحت تاثیر بذاره، برو اونا رو ردیف کن. اونجا میتونی خودتو نشون بدی. ها چه خبر فراری؟ کجا بودی؟ چه خبر بانو؟ اومده عایشه گل رو ببینی؟ درسته. شرمنده انگار داشتین حرف میزدین. اکین خان داشت بهم گیر میداد پسرمو، ولی تو رسیدی. یه زنی پیدا شده من نمیشناسمش. انگار من رو دوش شوهر شرکت ساختم. واقعا من شرکت زدم یا یکی داره با هم بازی میکنه؟ نمیفهمم والا. فرات ساکت شو. بیا بریم تو اتاقم حرف میزنیم. یه لحظه صبر کن. عجیب نیست که این زن اومده دم اتاق تو این زن رو از کجا میشناسی رفیق؟
خب معلومه همه این بساطو تو را انداختی مگه نه؟ تو این بلا رو سرم آوردی، همش کار توه مگه نه؟ چی داری میگی واسه خودت؟ خب میخوای اعتماد عمو نسبت به من از بین ببری و شرکت رو بگیری دستت؟ مگه هدفت همین نیست بچه؟ براوو تبریک میگم، آفرین. هیچ وقت همچین چیزی به فکرم نمیرسید. مغزت عیب برداشته؟ میخوای با تهمت زدن به من قصر در بری؟ تهمت زدن کار توه. مگه پدرت اون قدیما شریک بزرگ شرکت نشد تا بین عموم و پدرم اختلاف اندازه ها؟ اسم بابای منو نیار. یه چیزی بهت بگم، جا تو برای این نقشه‌هات خیلی قشنگ جور کردی نه؟ کل خونواده افتادن تو بازی زمین زدن بقیه برای گرفتن شرکت، ولی من مثل بابام نیستم. با اینو قاخام نمیشم. بازیای باباتم روی من اصلا جواب نمیده. بچه ها آروم باشید. آروم. چیکار میکنین؟ آروم باشید. میکشمت. اگه یه بار دیگه اسم یکی از اعضای خانواده منو بیاری میکشمت. دیوونه شدید؟ وسط شرکت دارید چی کار میکنید؟ سرتون تو کار خودتون باشه، بجنبید. چه خبره؟ کجا میری فرات؟ برو سالن زیبایی، من میام. جان؟ چی شده؟ فرات دیگه گفت سعی نکن واسه من رئیس بازی در بیاری، هی هم غر زد. همش همین؟ دیگه چی میخوای آیش گل؟ همینه دیگه. یهو پیش اومد، هر دوتاشون هم عصبی بودن، الانم تموم شد رفت. برید دیگه، تموم شد. من یکم تو سالن زیبایی کار دارم ولی بعداً ببینمت. خدا باشه برو. نوال خانم خوش سلیقه است. از اونایی نیست که یهو پولدار شده باشن. از اول پولدار بوده. اینا کلن خانوادگی خوش شانسن. آره به خدا. یاره اینو نگاه کن، چقدر خوشگله، واقعا محشره. ببین ادا داری چه غلطی میکنی؟ اگه یه عمرم کار کنی نمیتونی پولشو بدی. این چیزا خیلی قیمتی هن. موقعی کار حواستو جمع کن. باشه میذارمش سر جاش. بیا گذاشتم. بجم تو اینجا رو گردگیری کن. یارن تو هم برو اونور. سلام دخترا، کار شروع کردی؟ آره. چه عالی، منم حوصله‌ام سر رفته. میای با هم حرف بزنی؟ داملا خیلی شده. میخوای اینجا رو تمیز کردم برات یه عصرونه چیزی درست کنم؟ دست درد نکنه، مرسی. راستش میخواستم یه چیزی ازتون بپرسم. شما واقعا تو پرورشگاه بزرگ شدید؟ نه شوخی کردیم. درسته داملا جون، تو پرورشگاه بزرگ شدن. خیلی ببخشید، نمیخواستم خجالت ازتون کنم، معذرت میخوام. چیز خجالت آوری نیست، اشکالی نداره. پس یکم برام تعریف کنید چی جوریه؟ خیلی کنجکاوم. وقتی مامان و بابات مردن تو هم میفهمی عزیزم. ادا ببین داملا جان، الان خیلی کار داریم. سر فرصت بیا با دختر هر چقدر دوست داری حرف بزنیم، باشه؟ خیلی خوب، باشه. وقتتون رو گرفتم، خسته نباشید. ممنون. باشه، خدافظ. خب دختر بدی نیست، بچه است. بعضی وقتا نمیفهمه داره چی میگه. دخترها خیلی ببخشید. مهم نیست. آره مهم نیست. یه عالمه کار داریم دخترها. کارمون دیگه تو اینجا تموم شده. ادا تو برو بالا رو تمیز کن. منم یارنو میبرم خونه آقای کینو بهش نشون میدم. قراره اونجا رو تمیز کنه. خب بیا یه کار دیگه کنی. چی کار؟ ادا بره خونه آقای اکین. من اینجا پیش تو میمونم. آخه کار خیلی زیاده، من بهتر از پسش برمیام. چرا اون وقت هرچی آبجی سیبل بگه من همون کارو میکنم. امروز روز اول کارمونه، من میرم بالا، تو هم برو خونه آقا اکین. یاره نکنه آقا اکین چیزی بهت گفته؟ چیزی شده؟ مشکلی داری؟ اتفاقی افتاده؟ از چیزی میترسی؟ نه نمیترسم، چیزی واسه ترسیدن نیست. از چی باید بترسم؟ باشه پس خیلی خوب، هر کسی میره سر کارش راحت. باشه تموم شد و رفت. من میرم آشپزخونه عصرونه داملا رو حاضر کنم. منتظرتم یارن. بجو. من دیگه رفتم آشپزخونه، کار دارم. تو برو با عشق تمیز کاری کن، با محبت جارو بزن. ادا صبر کن، بیا اینجا. تو هم من. خب بیا که اینجا. دلت میخواد دیگه. یالا اعتراف کن. با این میزنمت، با همین میزنمت.
خب بالاخره اومدی. ساعت هاست دارم لفتش میدم، حتی صورت یارو رو اصلاح کردم. بجنب الماسا رو بده. باشه آروم باش، عجله نکن. از استرس 5 کیلو کم کردم، مطمئنم. بیا، همش مال تو. خیر باشه. بی خیال، من اصلا حوصله ندارم، برو کارو تموم کن. خیلی خوب باشه. باشه فرات، باشه، ساکت شدم. خسته نباشین. خیلی ممنون. بفرمایید. مرسی. خواهش میکنم. خوب تحویل دادی، کار انجام شد. اینم مدرکش. الو؟ صالح، باید فوری هم دیگر رو ببینیم. خیلی مهمه. باشه، کجا باید بیام؟ آره اونجا رو بلدم. باشه. گفتی همه گرد و خاکا باید گرفته آره شه. اون از گرد و خاک خیلی بدش میاد. خب باشه. گفتی آشغالا حتما موقعی رفتن بیرون برده بشه و اینکه مواد شوینده اینجاست، ولی اگه چیز دیگه لازم داشتم نشونم دادی که کجاست. آره، ظرف کثیفا رو بچین تو ماشین ظرفشویی، بعدش هم حتما داری میری خالیش کن. همه حوله ها هم خیلی مرتب تا کن و بچین رو هم. گرفتی؟ یکم رو تقارن حساسه، خیلی آدم منظمیه. دیگه چی؟ ببینم تو اتو کردنت خوبه؟ یعنی چی؟ کاملا صاف. از پسش برمیای، من میدونم. اتو کردن با تو. وقتی لباسا رو تو کمد میچینی حتما حواست به رنگا باشه، مخصوصا پیرنای سفید باید توی ردیف باشن، بینشون هم فاصله باشه، هیچ وقت نچسبونشون به هم. باشه عزیزم؟ فکر کنم گرفتم چی شد. باشه خب من دیگه رفتم. آخه نوال خانم کلی سفارش داده، باید سفارش‌ها رو بهش برسونم، بعدش هم باید واسه شام به مامانم کمک کنم. من دیگه رفتم، میبینمت. اتو چه بویی؟ چی شد؟ خجالت کشیدی؟
پیرنای سفید کاملا اتو کشیده مرتب چیده شده.